منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه کامنت و پیک شادی و امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. کارگردان صندلی منو عوض کرد، منم نقشمون رو عوض میکنم. من امروز خبر میگم، تو کامنت بگو. خبر کدوم خبر؟ هیچ خبر این همونده دیگه. کدوم خبر مونده مگه؟ فقط یه قلم اسنپ بک مکانیزم ماست. از این خبر مهمتر اسنپ بک کدومه؟ الان اصلا دیگه اسنپ بک موضوعیتی نداره عزیز من. الان ببین الان رفتن در کمال مسرت توافق کرده رژیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیگه اسنپ بک موضوعیت نداره که. یعنی نوشتن در کمال مسرت. بله هم نوشتن هم گفتن. باز دوباره داری پرگاز میری. وایسا ببینیم داستان چیه. داستانی نمونده که کدوم داستان. بیا نگاه کن، میگه در کمال مسرت توافق کردیم و تمام. ببین اکنون با کمال مسرت امضای توافق اسلحه‌گیری همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اعلام می‌کنیم. اینجاست که باید گفت آفتاب لگن هفته است، شام و نهاری چی؟ این همه دادار و دودور و فلان و بوق و کرنا و کمال مسرت بابا سر چی توافق کردن؟ حالا اون موضوع توافق چی بوده؟ اینجا این دیگه اون سوالیه که باید از کسی پرسید که رفته توافق کرده. این شما و این عباس شاورما. شما اشاره کردید که همین الان از آقای گروسی بپرسیم چیز دیگری میگن. نه چیز دیگری نمیگه. درست اون هم درست میگه. میگه بله دسترسی در اینجا وجود داره. همین تفسیرهای متفاوت بعضا در این مقطع زمانی یه نکته شده در فضا و محافل رسانه‌ای و سیاسی. در هر توافقی هر طرف روایت خودشو داره و سعی میکنه اون چه که به خودش مربوط میشه رو برجسته‌تر بکنه و بگه. ملاحظه کردیم میگه آقا هر کس روایت خودشو داره، یعنی عراقچی روایت خودشو داره، گروسی هم روایت خودشو داره. اول به من بگو تو فکر میکنی که، یعنی فکر نه، تو کله این عباس شاورما به جای عقل چیه؟ خب بابا معلومه هر کی روایت خودشو داره، بعد میرن به روایت مشترک برسن. بابا شما میگفتید میخوان حساب گروسی رو برسید، این یارو لاریجانی برگشت گفت این مالی نیست حسابشو میرسیم، بعد رفتید با همین گروسی توافق کردید، درسته؟ به قول معروف پیل، یعنی همون پول چی شد؟ بالاخره این آژانس میاد بازرسی میکنه سایت های شما رو یا نه؟ اینو یعنی اجازه میدن یا نه؟ اجازه میدن یا نه؟ اما توی این توافق اخیری که شما امضا کردید دسترسی به سایت های بمباران شده هیچ تحولی رخ نداد. ما اگه اجازه بدید من توضیح بدم که بین ما و آژانس چه اتفاقی افتاده و یه خود عجله نکنید همه چی روشن میشه. بنابراین همونطوری که میبینید هیچ بازرسی الان نه تنها داده نشده بلکه حتی قرارش هم گذاشته نشده. البته اگر از آقای گروسی سوال بکنید ایشون میگه بله بازرسی در این توافق هست، ولی هست چگونه هست؟ با طی مراحلی که به اصطلاح مخصوص خودش هست و در اون تمام ملاحظات ایران، ملاحظات مجلس محترم، ملاحظات شورای عالی امنیت ملی مورد توجه قرار میگیره. خب دیگه حرفی باقی نمیمونه که میگه آقا مجلس در جریانه، از تمام مراحل هم خبر داره، مراحل رو هم مورد توجه قرار داده. بله. پس یه سری هم بزنیم به استبل ولایت ببینیم که در همه مراحل حضور دارن و توجه دارن. اونجا هم سری بزنیم. قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله هسته‌ای امروز زیر پا نهاده می شود. وزارت خارجه در حال توافق ترکمنچای دیگری است. مجلس نخواهد گذاشت از حقوق و از ملت و حقوق ملت نخواهد گذشت. وزارت خارجه و شخص آقای عراقچی بداند پایش را بیش از گلیم خود دراز بکند، مجلس در مقابل او میسته و او را استیضاح میکنه. او نمیتواند منافع ملی رو به بازی بگیره و منافع ملی رو دو دستی به بغل اروپاییان خائن بده. ای بابا کمال مسرت تبدیل شد ترکمنچای. حالا جالب اینجاست که میگفت مجلس هم توجه داره به این داستان. دیدیم توجه مجلسو. ببین تازه عباس عراقچی که نور دیده عظما بود، خامنه‌ای سفارش کرده بود که این حتما بشه وزیر خارجه، که پاشو از گلیم خودش گذاشته چی میگن بیرون گذاشته، درازتر کرده. بعد این شروطی که گذاشتن دو تاش اصلا ربطی به آژانس نداره، اونا رو میخوان چیکار کنن؟ خب باشه، حالا ببین الان تو برداشتی یه فیلم نشون دادی از استبل ولایت، حالا خب یه نفر مخالف این توافقه، یه نفر بقیه که موافقن که یه نفر، حالا یه نفر. یه بار دیگه ببینیم استبل ولایت یه رأس دیگه رو من نشون میدم. برید بنده اینجا به آقای عراقچی هشدار میدم. آقای عراقچی چه داری میکنی؟ ما شما رو اگر که پاد رو از فلاسانس
آنچه که در این قانون اومده فراتر بگذاری مجازات خواهیم کرد. علاوه بر این که استیضاحت میکنیم شما را به دادگاه معرفی میکنیم. شما حق نداری که حقوق ملت ایران را بری اینطوری ببخشی. از اون طرف از آقای لاریجانی هم حالا میدونیم من دارم به چی فکر میکنم؟ وسط برنامه به چی فکر میکنی؟ به این فکر میکنم که مگه خامنه‌ای نگفت که از این دولت پزشکیان حمایت کنید، انقدر موش ندوونین تو این داستان و قوتاشو بگین. اینا دارن تیکه پاره میکنن دولت پزشکیانو که این سوال دیگه من وارد نمیشم، دیگه تو حوزه من نیست. اجازه بدید که فضول معرکه یعنی سخنگوی دولت جواب اینو بده. خانم سخنگو، با توجه به صحبت‌های رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از رئیس جمهور و دولت، همچنان شاهد هستیم که برخی چهره‌ها از جریان‌های خاص در مجلس و برخی از برنامه‌های صدا و سیما به فرمایشات رهبر انقلاب توجهی نکرده و همچنان بر طبل تفرقه می‌کوبند. دولت تا کی می‌خواهد با این گونه رفتارها مماشات کند؟ طبیعتاً خط کار کاملا مشخصه و هر آن کسی که میخواد در خط مقام معظم رهبری حرکت بکنه باید فرمایشات ایشون رو بر دیده بنهه و اجرا بکنه و لذا هر کسی که آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی داره تفرقه و شکاف ایجاد میکنه، آب در آسیاب کسانی میریزد که نباید بریزد. لذا خلاصه بگم ارز خود میبری و زحمت ما میداری. تمومه دیگه آقا، حجت رو تموم کرد دیگه بعد از این حرفایی که این زد و گفت که کسی آب تو آسیاب دشمن نریزه، دیگه هیچ کس تو نظام آب تو آسیاب دشمن نمیریزه. بله، وفاق ولایی لنگ همین موضع‌گیری این زینت المجالس فضول معرکه بود که اونم انجام شد و تمام. واقعا تو مهران فکر میکنی جماعتی که برای حرفای عظما که تازه خودشون با التزام قلبی، عملی، عروقی، جوارحی رفتن تو مجلس تره خورد نمیکنن، واسه حرف این فضول معرکه تره خورد میکنن؟ حالا ببین حرف همین مهاجرین تو مجلس چجوری تحویل گرفتن، چی میگن؟ من بعید میدونم حضرت آقا تشخیص از وفاق این باشه. ببین من چون از روز اولی که وارد مجلس شدم نیتم این بود، سعی داشتم واقعا سرباز حضرت آقا باشم. افتخارم میکنم به این. زیر بلیت هیچ کس هم نیستم غیر از حضرت آقا. اگر واقعا به این نتیجه رسیدم که آقا موافق استیضاح نیست، موافق اینه که ابزارهای نظارتی تعطیل شه، خودم میرم استیضاح رو پس میگیرم. درست. ولی همچین تشخیصی من ندارم. تو اگر استیضاح و سوال و اینا رو از مجلس بگیری یعنی مجلس خلع سلاح شده. خب مجلس رو تعطیل کنیم بریم دیگه. اگه اینجوریه. یه سرباز حضرت آقا گفت من سرباز حضرت آقا، بعد 3 بار با تریلی از رو حضرت آقا رد شد. بله داستانش یادم اون داستان افتادم. یادته یه پسری دعوا کرده بود با پدرش، زد زیر گوش پدرش، بعد رفته بودن کلانتری. این افسره گفت حالا یه سیگار بکش که اعصابت یه ذره آروم بشه. گفت نه من جلوی پدرم همچین بی احترامی نمی‌کنم سیگار بکشم. یه حضرت آقا میگه بولدوزر رد میشه از آقا. تازه به خاطر همیناست احتمالاً که این مجلس رو تعطیل کردن. بله همین لگد زدن هاست. حضرت آقا گفتن هاست. عجب بساطی شد. اون میگه باید عباس شابرما، عباس عراقچی رو مجازات کنیم. اون کی میگه اصلا مجلس رو خلع سلاح کردن. یه نفرم که تو این مجلس به حرف عظما گوش نمیکنه. عجب نظام لطوپاری شد. دستی اون داستان انسجام و اون فیگور وحدتی که تو جنگ 12 روزه گرفته بودن به کجا رسید پس؟ بله اون مثل بنزین بود پرید. یاد این کارتون تام و جری دیدی یه فریم با هم رفیق میشن بعد دوباره میافتن دوباره هم دیگه. متاسفانه در جنگ 12 روزه همه فعالان سیاسی میگفتن اتحاد و همدلی و همراهی. جنگ که تموم شد دوباره یه عده برگشتن به تنظیمات کارخونه، دوباره شروع کردند. از تریبون‌ها شنیده شد طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، به دستگاه قضا چنگ انداختن، تخریب رئیس مجلس. هیچی دیگه. وقتی اینا اینجوری چنگ انداختن به قول خودشون به ریش عظما دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن، دیگه تکلیف بسیجی‌ها و جوجه بسیجی‌ها روشنه. یکیشون گفت بعد از جنگ به حساب گروسی خواهیم رسید. همه واسش کف و سوت زدن، به به و چه چه کردن. اون یکی خودش سوار هواپیما شد و تا لبنان روند.
بازم همه واسش کف زدن، سوت زدن، هورا کشیدن. اون یکیشون هم اومد گفتش که دنبال برنامه هسته ایران نباشید، برنامه هسته ایران زیر صدها متر خاک خوابیده، یعنی بهش فکر نکنین. بازم واسش کف و سوت زدن، هورا گفتن، به به و چهچه کردن. اما الان همشون با هم یا با سکوتشون یا با توافقشون دست به دست هم دادن که تیشه بزنن به ریشه فناوری ایرانی. میخوام بهتون بگم که اینقدر زود واسه آدمای معلوم الحال به به و چهچه نکنید. اونا دنبال به به و چهچه شما تا بالا برن و بتونن هر غلطی که دلشون میخواد بکنن. آدم معلوم الحال معلوم الحاله، تغییر نمیده. ولی من فکر میکنم که عظما دوباره گول خورد. بهش این توافق تحمیل شد. اون دفعه تو برجام ظریف گولش زد، این دفعه عراقچی هم شاگرد ظریف بوده دیگه. عظما و گول خوردن، عظما و تحمیل شدن. بابا عمود خیمه سا بیا نگاه کن، این عضو دفتر حفظ و نشر آثار عظما ببین چی گفته. اسمش فضائلیه. هر کس رهبری نظام را یک رهبری منفعل معرفی کند، رهبری که می شود هر چیزی را به او تحمیل کرد یا اشراف ندارد و گزارش‌های غلط به او می‌دهند، این نوع توصیف کند یا اساساً رهبری را نشناخته، هر چه هم ادعا بکنند یا از سر ناآگاهی است یا خدای نکرده با قصد و غرض است، در حالی که در شرایط کنونی رهبری خود مهمترین عنصر و عمود خیمه قدرت کشور است و عمود خیمه گول نمیخوره. حالا سوال اینه که این عمود خیمه چرا افقی شده؟ چرا خفه خون گرفته؟ ببین یه آدمی میمیره از قولش نقل قول میکنن، نیست. بابا تو زنده، یکی میاد میگه آقا گفته، یکی میگه آقا گفته، اینا دوتا هم عکس هم میزنن، دوتاش هم یه آقا گفته. خب ببین تو باید آخه شرایط رو در نظر بگیری. ببین نه من سوالم اینه این آقا چرا خودش نمیاد همین رو دارم میگم. ببین عظمایی که تا دیروز، این آقایی که تا دیروز هر شب تو فضا سیر میکرده، الان داره هول و هوش هسته مرکزی زمین سیر میکنه. یعنی اینکه از عرش رفته زیر فرش. خب معلومه که نمیتونه حرفا رو بزنه. ببین من اینو قبول دارم که الان میزانی که خامنه‌ای رفته زیر زمین، اگه میومد روی زمین میزان میرفت بالا، جزو فاتحان قله اورست یه 100 متر 200 متر هم اضافه میآورد. ولی به هر حال زبونشو که نبریدن. ببین آخه تو الان ببین نگاه کن، الان پسر مشاورش، یعنی پسر پاسدار رحیم صفوی، الان اومده داره صحبت از این میکنه که آقا اگه خامنه‌ای سقط شد باید چه خاکی تو سرمون بریزیم. یعنی الان صحبتی که دارن میکنن صحبت دوران پسا عظماست. بعد تو میگی چرا خفقون گرفته اینا؟ عظما خودش بود اینجوری اینا بودن پسا عظماش. من نمیدونم چقدر سناریوی زدن و ترور مقام معظم رهبری درست باشه، ولی حداقل ترام به زبون میاره که اینها خواستن انجام بدن، من جلوشون رو گرفتم. حالا سوال اینجوریه، اگر یک زمانی اینها انجام بدهند بدون اجازه آمریکا میاد چیکار میکنه؟ یعنی در یک اتفاق انجام شده قرار میگیره، آمریکا مثلا میاد وارد جنگ با رژیم صهیونیستی میشه؟ نه. ایران دچار چه مسئله میشه؟ ایران دچار مسئله میشه ولی باید بشینه فکر بکنه. پس با این بحثی که تو میکنی نتیجه گرفتیم الان اقتدار عظما و نظام ولایی. بسیار خوب، بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای و یک جمله این همه گفتیم دیگه. و جدیدترین راه حل عملی پزشکیان برای تمام ناترازی‌ها. باور رو به خودمون پیدا بکنیم، باور رو به خودمون پیدا کنیم. $1,000,000 نمیدونم 500 میلیون دلار فروش داشتید، چقدر داشتید گفتید؟ 240 میلیون دلار. خداوکیلی هلند زمینش بزرگتره ما اردبیل. سه برابر اردبیل. یعنی ما آذربایجان غربی و شرقی قاطی کنیم بیشتر از هلندیم. خیلی بیشتر. خداوکیلی او چقدر در میاره ما چقدر در میاره. ببین اصلا این کرسی ریاست جمهوری تو این نظام چیه؟ هر کی میشینه، اون رئیسی 6 کلاسه بی سواد بود، خب بی سواد بود اصلا با درس و مشق و اینا بیگانه بود، چیزی به عمرش اصلا چیزی به این اسم ندیده بود. این میگه من جراح قلبم خیر سرش، بعد هنوز نمیدونه ابعاد هلند چقدره، هنوز دیره داره ابعاد هلند. اول به اینا یک مینیمم های دروس پایه بدن، بعد
البته خب نیازی نیست چون بدنم هیچی نمیفهمن. اما خب یک شعر من میخوام بگم، در نظامی که همه مشتی خلند، فیل پوزیده کجا رفته؟ هلند. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید و تا دیداری دیگه خدا نگهدار. ممنون و شاد